سلام و درود دوستان. امروز میخوام در مورد pH براتون بگم. pH چی هست و چه کاربردی تو کشاورزی داره. هر سال کشاورز باید خاکش رو بده آزمایشگاه براش تست کنه. اولین چیزی که براش تست میکنه pH خاک برای رشد گیاه با بین 6.5 تا 7.5 باشه. حالا برای که این بازه رو بفهمی بدون که pH آب 7. اگه بالاتر از 7.5 باشه خاکت قلبیایی میشه. اگه پایینتر از 6.5 باشه خاکت اسیدی میشه. حالا برای اینکه بدونیم تو ایران pH خاک چند هست، pH خاک تو ایران معمولا بالای 7.5 و در محدوده قلبیایی قرار میگیره. چرا این اتفاق افتاده؟ یک، به خاطر مصرف بیش از حد اوره است. کشاورز از اوره زیاد استفاده میکنه برای که سبزینگیش بیشتر بشه. و دو، کم بارانیه. به علت بارش کم باران باعث میشه خاک کشاورزی در ایران قلیایی باشه. حالا برای اصلاح خاک چیکار کنیم؟ باید pH خاک رو بیاریم پایین. چجوری؟ با استفاده از کودهای pH پایین مثل دی آمونیوم فسفات یا همون کود سیاه، یا سولفات پتاسیم یا سولوپتاس یا همون K52 و گوگرد و کود ضد شوری. این کودها باعث میشن که خاکتون اصلاح بشه و pH تون بیاد تو محدوده قرار بگیره. و حالا چرا pH خاک این همه مهمه که بین 6.5 تا 7.5 باشه؟ چرا کشاورز خاکشو میده آزمایش که اینو بفهمه؟ برای که تو این بازه است که گیاه میتونه کودو جذب بکنه، میتونه عناصر مغذی و ریز مغذیشو جذب کنه. عناصر مغذی مثل نیتروژن، فسفر و پتاسیم که تو کودهای NPK زردشت هست، و عناصر ریز مغذی مثل روی، منگنز، منیزیم، آهن، بر، مولیبدن و کلاته که در کود زردشت به وفور یافت میشه.